سلام بچه ها، امروز اومدم این مدل سازی یک نوع معماری سنتی رو براتون توضیح بدم که حالا اگر عکسش رو داشته باشیم ببینید. اگر توی این نوع معماری به قاعده دایره گنبدمون درست بشه بهش میگیم کاسه سازی. اگر به قاعده چند ضلعی گنبد رو درست کنیم میشه رسمی بندی که حالا اینجا دایره است. من میخوام براتون مدل سازی گنبد با قاعده دایره رو بگم که در نهایت بتونیم از فرمان ریولو هم استفاده کنیم. اگر پلانش رو داشته باشیم به این شکله که یک 6 ضلعیه که اومده به یه سری مثلث تقسیم شده و اگر ما این یه تیکه رو مدل سازی کنیم بقیهش رو میتونیم اره کنیم و به هم دیگه بچسبونیمش. حالا بریم بررسی کنیم ببینیم این یه تیکه چی داره میگه. یه مثلث متساوی الاضلاعه که برای رسم این تیزه ها یا لچکی ها ما یه خط باید به مرکز دایره ترسیم کنیم. ببینید هر کدوم از این خط ها روی یه دونه تیزه نشسته. ببینید این تیزه که در امتدادش یه تیزه دیگه داریم، اینجا یه تیزه که در امتدادش یه تیزه دیگه داریم که اگر اینا رو بشماریم 24 تا خطه. پس من اول یه مثلث متساوی و ساقین ترسیم میکنم و 24 تا خط رو اینجا ترسیم میکنم که بتونم خطوط لچکی ها و اون مسیر لچکی ها رو داشته باشم. بریم تو نمای تاپمون و اینجا از پالت پالیگان یه دونه انگام بر میداریم که سایدش رو گرفته باشیم 3 و از 0 شروع به ترسیم میکنیم. کاش اون یکیه رو برمی داشتم که تیزش این وری بیفته و اشکال نداره. حالا اینو ترسیم میکنم به اینجا. خب حالا توی این نگاه کنید بچه ها، این دایره گنبد من اینجا اومده محاط شده. میام اینجا یه دایره ترسیم میکنم. دایره چجوری ترسیم میکنیم؟ میتونیم از سنتر این، چون روی مرکزه، انجامش بدیم. اگر سنتر رو نداشتیم بچه ها از این تری تنجنسی از سموماس استفاده کنیم. یه دونه کلیک میکنم اینجا، یه دونه کلیک میکنم اینجا، دقیقا روی همین مرکز میفته. اگر من یه دونه لاین بردارم و اینجا روی محیط دایره بایستم ببینید دقیقا مرکز رو به هم میده و این لاین رو ترسیم میکنم. پالتا رو ببندیم دیگه، با این پالتا کاری نداریم. خب حالا گفتم 24 تا از این خطا ما میخوایم. میایم توی پالت اره رو باز میکنیم، پولار اره رو میزنم و این لاین رو انتخاب میکنم. اینتر میگه که اکسسش رو، سنتر آف اکسس رو انتخاب کن. بچه ها اگر اره رو بلد نیستید حتما فیلم مربوط به اره رو ببینید. کامل پالت اره رو اینجا براتون توضیح دادم. حالا نامبر چند تا؟ 3 تاست. من 24 تا میخوام. خب حالا گفته چند تو چه زاویه‌ای؟ توی زاویه 360 درجه. نگاه میکنم ببینم اوکیه و اینتر میزنم. خب حالا با دستور اکستند اینا رو به هم دیگه متصل میکنم. اکستند رو میزنم، اینتر، اینا رو به عنوان باندری نگه میدارم و اینا رو میرسونم به این باندری که دارم. بچه ها لایک، ساب، کامنت یادتون نره. اگه سوالی دارید میتونید توی کامنت ها ازم بپرسید و اون زنگوله رو هم بزنید که هر وقت فیلم براتون آپلود کردم بهتون نمایشش بده. خب حالا اینا رو رسوندیم. میخوام اون تیزه ها رو ترسیم کنم. این میزم از دستور اکستند خارج میشم. ببین بچه ها لاین رو برمی دارم از این آخری اینجا. ببین این که به این متصله، اینجا هم که به این متصله، ببخشید اینجا.
از آخریه این میام به اولیه این، از آخریه اینم میام از وسطی این به وسطی این، از اولیه این به آخریه این. ببین چقدر راحت ترسیم شد. یه بار دیگه این طرف ترسیمش میکنم. از آخریه این به اولیه، از وسطی به وسطی، از اولیه اینم به آخریه این. برای این یکی میتونم اینو میرور کنم، اینا رو نگه دارم، میرور از اینجا به سنتر این به این شکل. پس یه دونه از این مثلث‌ها رو درست کردیم. خب حالا دیگه اینا رو من کاری باشون ندارم، اینا رو میفرستم برن. الان اصل کار من اینه. خب این پلانمون شد، میخوایم بریم دیگه روی حالا مدل سازیم. بچه‌ها یه دونه نکته اینجا من توی این بهتون بگم، اون چیزی که توی مدل سازیه این نوع مدل سازی به دردمون میخوره این قوس است. میبینید این قوسیه که اینجا میاد میشه رو این ستون. یعنی من از اینجا تا اینجا رو باید بتونم درست مدل سازی کنم که بتونم لچکی های خوبی داشته باشم. حالا میام اینجا، میرم توی نمای فرانت، یه دونه اینترپولیت کرو رو برمیدارم. بچه این طرف بکشیدش راحت، بر خودتون بکشید، بعد منتقلش میکنیم با اون سمت. میام یه دونه قوس اینجوری اینجا مثلا میکشم. خب بعد احساس میکنم این قوسه یه ذره باید ادیت بشه، مثلا بیاد اینجاها قرار بگیر، اینم یه ذره بیاد پایین تر. تقریبا این قوس رو داره بهمون میده. خب من میام اینو میرورش میکنم به این شکل و بعد با هم دیگه جوینشون میکنم. خب برگردیم بیایم اینجا، این قوس رو موو میکنم میذارم اینجا. این قوس اصلی ماه. بچه ها ما چون میخوایم قوس های مختلف و لچکی های مختلف بکشیم، به نظرم بیایم لایه بندیش کنیم خیلی بهتره. مثلا این قوسه رو ببریم بذاریم روی این لایه، چنج آبجکتش کنیم. خب ببین الان قوسمون از این زل بزرگتر. بعد چیکارش کنم؟ از دستور اسکیل استفاده کنم. میرم توی پالت اسکیل. پالت اسکیل هم توی یه ویدیو مستقل کامل براتون توضیح دادم، اگر بلد نیستید برید تمام اینا رو یاد بگیرید. همشون هم کاربردی، اسکیل 3 بعدی، 2 بعدی، 1 بعدی و یونیفرم که شما میتونید یه آبجکت رو X و Y و Z متفاوت بهش بدید تو اسکیل کردن. خب میام اینجا اسکیل 2 بعدی رو انتخاب میکنم، واندی رو میتونید انتخاب کنید ولی فرم قوستون به هم میخورد. اینو اسکیل میکنم میذارم این. خب میام اینجا، احساسم اینجا این بدنه هاش یه ذره بلنده. حالا میام این رو روی 3 تا طرف این مثلث روتیت کپی میکنم. میام میذارم روتیت، اینتر، انتخابش میکنم و اینجا کپی رو یس میکنیم. میگم اینو از اینجا بذار برام اینجا و همچنین از اینجا برام بذار اینجا. پس توی 3 طرف این مثلثمون این 3 تا قوس رو داریم. خب حالا قوسای بعدی باید کجا قرار بگیره؟ یکی در راستای این باید قرار بگیره که قوس وسطمونه، یکی در عمود این و یکی هم در عمود این. یعنی چه شکلی؟ من اگر یه لاین بکشم یکی اینجا باید قرار بگیره به پرپندیکولار، یکی باید اینجا قرار بگیره و یکی هم اینجا قرار بگیره. درست شد؟ حالا از اینجا یه دونه لاین من میکشم. گفتیم میخوایم عمود بکشیم، کنترل رو نگه میداریم به اندازه قوسه ای. درسته؟
حالا کپی میکنم یکی از این قوسا رو از اینجا به اینجا. بچه رنگ اینو من تغییر میدم، میبرمش توی یه لایه دیگه، مثلا ببریمش تو لایه سبز بهتر دیده میشه، توی لایه سبز میذارمش. حالا ببین باید راستای قوس من در این راستا باشه، اینم میبرم توی این که ببینید راستاش اینه، درسته؟ پس میام روتیتش میکنم، آبجکت اینتر، کپیشو نو میکنم، میگم قبل از اینکه روتیت کنیم بچه ها، قبل از اینکه روتیت کنیم یکی از اینا رو میذارم رو سر این، مثلا مووش میکنم، این رأس رو میذارم اینجا. خب درست شد. حالا آر او اینتر، این رو میگم این رأس رو بیار بذار در راستای این. روتیت کپی کردیم. خب اینو من دیلیت میکنم و بعد مووش میکنم، تیزش رو میذارم سر جاش به این شکل. درست شد. حالا 2 تا دیگه دارم، یکی اینه یکی اینه. برای این یکی میام دوباره این رو کپی میگیرم ازش، بذار اینو مثلا راستاشو ببریم در راستای این آبیه، اینو آبی کنیم که راستاشو بدیم. اینو کپی میگیرم ازش این قوسمو و اینو میذارم در راستای این. درسته؟ حالا اینم که کپی ازش گرفتم و میذارم توی لایه ها. بچه لایه ها رو توی یه ویدیو پالت لایه رو کامل براتون توضیح دادم، اگر لایه بندیتون رو این رو بلد نیستید برید ببینیدش، یه ذره متفاوت تره با لایه بندی توی کد، خیلی کم نه زیاد، ولی ببینیدش بد نیست. حالا ببین اینم باید بیام تیزش رو بذارم روی خطی مثل این، از این دوباره یه کپی میگیرم میذارم اینجا، پس تیزه این میاد اینجا قرار میگیره. ما چیز نکردیم، روتیتش نکردیم. خب اینو روتیت میکنم، میگم این راستای این رو بذار در راستای این آبیه. خب اینم ایریز میکنم. حالا موو میکنم تیزه این رو میارم میذارم سر این. ببین الان این لچکیه در اومد. حالا این یکی بچه ها نگاه کنین، این یکی که قراره آبی بشه میرور مگه این نیست؟ من هم میتونم میرور کنم هم میتونم کپی کنم، پس من میام میرورش میکنم، میرور میکنم این رو به پرپندیکولار. بچه درست انجامش بدید که خراب نشه. این قوسامون چه لچکی هامون خوب در اومد. این همین لچکی های اینجاست، ببین این لچکی بزرگ است، این هم این 2 تا لچکی کوچیکان. حالا میام نسبت به این قرمزا تیریمشون میکنم. بچه ها حتما لایه بندی کنید که گم نکنید، چون اگر لایه بندی نکنید گمش میکنید. میبینید چقدر خطا تو همه. اینجا رو با این تیریم میکنم، اینجا رو با این تیریم میکنم. این چه قشنگ در اومد. خب حالا یه لچکی زیر گنبد داریم، نگاه کن این ریزا. این ریزا رو چجوری در میاریم؟ باید بیایم از این یه کپی بگیریم بذاریم اون بالا. بچه از همین راستا من کپی میگیرم میذارم اون بالا، درسته؟ پس سی او دایرم رو کپی میکنم، از همین اینجا میارم میذارم اینجا. یه چک بکنید روی تیزه بقیه جا هم قرار گرفته باشه. درست شد. الان ببین این لچکی در اومد، این 2 تا در اومد، این یکی هم در اومد. میتونید اینا رو ایریز کنید دیگه، با اینا کاری ندارید. درست شد.
حالا وقت چیه بچه ها؟ وقت لایک کردن شماست، ساب کردن و اینکه اگر سوالی دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید توی کامنت ها برام بفرستید. بریم سراغ پوست سازی. بعدی که لایک کردید بریم سراغ پوست سازی. من این پالت ها رو میبندم، پالت سرفیس رو باز میکنم. اگر پالت سرفیس رو بلد نیستید کار کردن باش، یه ویدیو کامل راجع به پالت سرفیس براتون درست کردم. البته فکر میکنم 2 تا یا 3 تا ویدیو باشه، چون تا اینجا رو یه ویدیو براتون درست کردم، خود اکسترود رو جداگانه یه ویدیو براتون درست کردم، بقیه‌اش هم یه ویدیو جداگانه. میام از اینجا میخوام شروع کنم مدل سازی. ببینید اگر اینو من بردارم و شروع کنم مدل سازی کردن، یه همچین پوسته‌ای بهم میده. بذارمش رو شیده. پس این به درد نمیخوره. من میخوام یه چیزی باشه منطبق بر قوسی که ساختم باشه. بهترینش چیه؟ یکی نتورکه، یکی سرفیس 2 3 4 8 یکم پچه. ببینیم کدوما رو میتونیم انجام بدیم. خب اینا همه با ایج کار میکنن. این ایج من سراسریه، پس باید چیکارش کنم؟ اسپلیتش کنم. میام اسپلیت رو میزنم، آبجکت هایی که میخوام اسپلیت بشه رو انتخاب میکنم. حالا کاتینگ آبجکت ها، اینا کاتینگ آبجکت ها من. ببین اینا برای من تیکه تیکه شد و میتونم حالا ازشون استفاده کنم. یکی هم اینا هم باز دوباره به همین شکل دوباره اسپلیت رو میزنم، این رو نگه میدارم. حالا کاتینگ آبجکت هم یکی اینه یکی اینه. اینا هم خورد شد. حالا بعدی ایناست، میخوام اینا رو انجام بدم، اینا رو نگه میدارم و حالا کاتینگ آبجکت هم یکی اینه وسطی و یکی هم اینم میشه این کاتینگ آبجکتش. خب دوباره اسپلیت، اینو انتخاب میکنم، اینم کاتینگ آبجکت اون. خب این هنوز خورد نشده، دوباره اسپلیت، اینو نگه میدارم، اینم کاتینگ آبجکتم. الان همشون خورد شدن دیگه. اوکی. اگر بیام از فرمان نتورک استفاده کنم، ببینید بچه ها این و این، ببین چه پوسته قشنگی بهم داد. این نتورک بچه ها، نتورک رو داشته باشید. بریم بعدی رو انجام بدیم، ببینیم کدومش بهتر میشه. سرفیس ایج 1 2 3 4 تا ایج، اینم خوبه. فقط بچه ها یه ذره نگاه کن، اینجاش یه قوسی گرفته که این قوسه رو ما نمیخوایم. حتی بذار ببینم عکسو، چه یه ذره قوس هم گرفته. خوبه، بد نیست این اتفاقا. خب پس نتورک برام این 2 or 3 ایجمون خوبه. بذار پچ هم یه امتحان بکنیم، پچ هم بزنیم ببینیم بر پچ چجوری بهمون جواب میده. بر پچ هم خوبه، خیلی صاف روش قرار گرفته. به نظرم بیایم از همین پچ استفاده کنیم، پچ خیلی بهتر قرار گرفت. من پچ رو میزنم. البته میدونید که ایستایی اون یکی بهتره، ولی حالا پچ قشنگتر قرار گرفت. حالا این یکی هارم به همین شکل با پچ به این شکل، دوباره دستور پچ. ببینید چقدر راحت پوسته سازی داره میشه. و این یکی درست. خب فقط دایره رو بچه اینجا ما چیز نکردیم، یادمون رفت اسپلیتش بکنیم. دایره رو چون بعد روی این مقطع اینا همه قرار بگیرن، دایره رو جداگانه
انجامش میدیم. خب من میتونم بیام اینجا بچه ها نگاه کنید. الان از گزینه توی سرفیس تولز، اینم کامل پلتش رو براتون توضیح دادم. این گزینه آفست سرفیس رو بزنم و اکسترودش بکنم، ضخامت بهش بدم. پیشورزمون 10 سانت انجامش بدیم ببینیم به چه شکل میشه. بازم خوبه. خب این یکی خب این یکی به سمت بالا، ما میخوایم به سمت پایین همه رو گرفتیم. فیلیپ آل میزنم. بچه دونه دونه باید بزنید دیگه، میدونید که اینم به سمت پایینه. فکر کنم اشتباه این یکی رو گرفتیم یا هم راسته شده. خب اینم فیلیپ آر. این چه ضخامتش توی راستا نیفتاد. من اینو ایریز کنم و دوباره پچ بهش بدم. خب دوباره بهش چه اتفاقی براش میفته. این که الان سر جاشه. ببین بهش. خب بریم پچ ندیم بهش، بریم بهش اینو نسبت بدیم. خب درست شد. خب حالا اینا رو بچه ها نگاه کنین. اینجا با هم دیگه شیفت رو نگه میدارم، انتخابش رو میکنم و با کنترل جی گروپش میکنم. خب بریم اینجا توی نمای تاپ یه دونه اینجا دارم، یه دونه اینجا. بعد چیکارش کنم؟ اریش کنم. میام دوباره از پالت اری، اینجا اری پولار رو میزنم، سنترم رو انتخاب میکنم. تعدادش گفته چند تا؟ 3 تا میزنم. 3 تا در 360 درجه و اینتر میکنم. ببین به چه زیبایی کارمون روی هم دیگه قرار گرفت. حالا برای لچکیای زیر گنبدمون باید بیام این رو اسپلیت کنم. انتخابش میکنم، اسپلیت انتخابش میکنم و بعد کاتینگ آبجکتمون رو اینا رو میگیریم، این خطا رو میگیریم، اینتر. ببین الان باید خطا رو نگرفت. یه بار دیگه کنترل زد میزنم، اسپلیت دایره. خطوطمون رو انتخاب نکردیم، بریم از اینجا. این و این اینتر. خب چرا خطوطمون رو نمیشناسه؟ فکر کنم چون سرفیس بهش دادیم خطوطمون رو تشخیص نمیده. چرا؟ اندازه که کات کرده. خب بریم اینجا. حالا دوباره میام اینجا، یا بهش پچ میدم یا اینم باید اکسپلودش بکنم، این کرو رو که تبدیل به 2 تا کرو بشه. درسته؟ الان این یک کرو اینجا. خب میام بهش پچ میدم مثل بقیه این کرو. این که اینم اکسپلودش نکردیم، اینم اکسپلود کنیم. دوباره پچ، اینجا یک کرو، اینجا و اینجا و اوکی. خب اینم شد لچکی زیر گنبد. چند تا داریم؟ 1 2 تا 3 تا 4 تا 4 تا تو هر لچکی داریم.
1 2 3 4 ضرب 3 میشه 12 تا. پس من باید 12 تا ازش اری کنم. کدوم بود؟ این بود. انتخابش میکنم. البته بذارید اکسترودش هم بکنیم، آفست بهش بدیم. یه آفست هم اینجا بهش میدیم مثل بقیه. انتخابش میکنم اینجاست. اری پولار رو میزنم، سنتر رو انتخاب میکنم، تعداد 12 اینتر در 360 درجه درست شد. به همین راحتی. ببین چقدر خوب و راحت انجام شد. این از فرانت، این از رایت. خب حالا اون بالای گنبد، بچه‌ها نگاه کنید اینا رو همه ما مدل سازیاش رو انجام دادیم. بالای گنبد رو میخوایم انجام بدیم، درسته؟ میخوایم این قوسه، این کرو خود گنبد رو داشته باشیم. میام از اینجا دوباره یه دونه پولیگون برمیدارم، بیایم اینجا از این میده اینجا برمیداریم، میایم پلنا رو هم روشن میذاریم که در راستاش کشیده بشه، اینجا و اینجا. خب ای کاش می اومدم از اینجا یه دونه لاین بر می داشتیم از صفر، از مرکز، و عمود می اومدیم بالا که سنتر رو داشته باشیم. بله دقیقا رو سنتر هم هست. خیلی هم عالی. ببینم. خب میام اینجا. حالا توی پالت سرفیس کریشن ریولف میزنم، ریولف میکنم این رو. اینتر میگه اکسسش رو به هم بگو، میگم از اینجا تا اینجا اکسس از صفر شروع بشه تا 360 درجه. اینم اون کاسه گنبدمون که اگر این زیرش قرار بگیریم به این شکل داریم میشه. حالا میتونم اینم بیام آفست سرفیس کنم به داخل که این پوسته اینم درست بشه. بله به همین راحتی. حالا کل شکل و آبجکتمون رو انتخاب میکنم، کنترل جی رو میزنم. بچه ها لایک، کامنت، سابسکرایب و اون زنگوله یادتون نره. بریم تو نمای تاپ. میام اینجا نقشش رو بریم ببینیم. بچه ها اومده چیکار کرده؟ اری کرده چند تا؟ 6 تا دیگه، یه 6 ضلعیه. میام اری پولار رو دوباره میزنم، مرکز رو اینجا انتخاب میکنم، میگم تعداد 6 تا و 360 درجه برای من بچرخه. به همین راحتی این کاسه سازی رو انجامش دادیم. پلانش دقیقا همینه. اگر از پلان ببینیم، من پرسپکتیو رو براتون فعال کنم. اینجا ببین پلانش دقیقا همینه و کاسه سازیمون به زیباترین شکل خودش انجام شد. اینم فاینال کار کاسه سازی. و اگر بچه ها نگاه کنید اینجا یه توضیح دیگه بهتون بدم. اگر همین لچکی ها می اومد امتداد پیدا می کرد تا گنبد، این می شد رسمی بندی. به همین زیبایی و قشنگی. مرسی از توجهتون بچه ها.